رقص موی دختران عرب. کلیپ بعدی ایشون رو عنوانش رو نگاه بکنید. عرب‌ها به غزه کفن فرستادند. عنوان کلیپ رو عرب‌ها به غزه کفن فرستادند. مثلی که آقای صاحبی 200-300 تا مجاهد رو مسلح کرده فرستاده، عرب‌ها کفن فرستادن، کار بدی کردن. کسی که امروز داره در غزه جهاد میکنه عرب است. عرب، شوهر خواهر فلان و علان که نیست اونجا، عرب‌ها هستن دارن جهاد میکنن. چرا کلمه عرب رو استفاده میکنید؟ چون الان مد شده، نه؟ هر دعوتگری که بخواد کلیپش بیننده بیشتری داشته باشه با بدگویی عرب‌ها شروع بکنه. این واقعا جهالت است، حماقت است. این اگر عرب‌ها به قول ایشون دخترانشون رقص مو انجام دادن، به وطنداران همزبان تو در بگرام، به مردهایی مثل تو، به قوم خیشت، قوم خیش به معنی دختر، به پسر خاله و پسر عمه نیست، یعنی به قوم تو، به تاجیک، به پشتون، به ازبک، از هر قومی که هستی، به وطندار تو، به همشهری تو در بگرام به مردانش آمریکایی‌ها تجاوز کردن. چنان تجاوز کرده بودن که سرحد همش رو به بیمارستان کشیده بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، در اواخر ما یک ویدیوی از آقای محمد انصاری دیدیم که در اونجا نقد کردن بالای نصرت الله صاحبی. آقای نصرت الله صاحبی یک ویدیو جور کرده، عنوان گذاشته رقص موی دختران عرب در استقبال ترامپ. باز آقای انصاری در اینجا نقد میکنه، میگه چرا این کار کرده آقای نصرت الله صاحبی؟ به خاطر چی عنوان داده که رقص دختران عرب، در حالی که دختران افغان بسیار رقص میکنن، در اونا ویدیو جور نمیکنه. گفتنی این برای آقای انصاری است که آقای انصاری، دختران افغانی به استقبال قاتلی مثل ترامپ، به استقبال فرعونی مثل ترامپ رقص نکردن، با موهای برهنه، با لباس نیمه برهنه. که میای امروز از کسای دفاع میکنی، باز میگی که همه عرب ها هستن که جهاد میکنن. شما در ویدیوی دیگه نصرت الله صاحبی اونجا نقد میکنین که آقای نصرت الله صاحبی گفته عرب ها برای مردم فلسطین کفن روان کردن، در حالی باز خودت میگی که عرب ها اگر کفن روان کرده، شما افغانی ها چی روان کردین؟ همین عرب هاست که مقابل اونها جهاد میکنه. شما شوی خواهرتان اونجا رفته جهاد کردگی نیست، یا زنیتان جهاد کردگی نیست. آقای انصاری، شرم است بری تو، ننگ است بری تو. مردم و ملت افغانستان به همین اقتصادی نداشته ایشان، به همین توانایی اندکشان خیلی کمک مالی کردن. اگر تو میخوای من مستند برات روان میکنم، خو اینا توانایی نظامی نداره که رفته اونجا جهاد بکنن. رسیدنشان به فلسطین کاری مشکل هست، اما در مقابل از قاتل آنها مانند سایر عرب ها اونا دفاع نکردن. که ترامپ آمده باشه با طیارات او را اسکورت کرده باشن، دختران جوانشان را نیمه برهنه کرده آورده باشن که از ترامپ استقبال بکنن و رقص موی بکنن در مقابل ترامپ. جای شرم است، جای ننگ است. با والله که حال میره فهمیدم تو از طرف اونها تمویل میشوی و تمویل مالی میشوی تا که از نام اونها دفاع بکنی. وگرنه در کجا الله گفته شما بیاین از قاتل مردم مسلمان دفاع بکنین؟ در کجا الله گفته شما دختران جوانتان را حجابش بردارین در مقابل یک فرعونی زمان، در مقابل یک ظالم، در مقابل یک قاتل، در مقابل یک جانی از اونها استقبال بکنین، رقص موی انجام بدین؟ در کجا اسلام چنین آمده که تو میایی از اونها دفاع میکنی؟ شرم است بر تو آقای انصاری. باز میگی همین کافرها بودن که در افغانستان خواهران و مادران شما را زنا کردن. شرم است بر تو آقای انصاری. اگر در بگرام بود، در جای دیگری بود، خواهر افغانی خواهری تو است، مادر افغانی مادر تو است. ما مردم افغانستان که 20 سال مقابل همین ترامپ و نوکرانی مانند تو اگر ما جنگیدیم، به خاطر اینمی که اونها بالای ناموس افغان تجاوز کردن، ما در مقابلشان قیام کردیم، 20 سال جنگ کردیم، خون دادیم، شهید شدیم. تو چی کار انجام دادی؟ حتی از اون شبکه مزدور خودت یک دفعه علیه اونا صحبت نکردی. تو یک صحبت تو را من نشنیدم که حضور امریکایی‌ها را در افغانستان رد کرده باشی. این جای شرم است برات. میای امروز بالای کسایی تو زبان درازی میکنی، بالای کسانی تو امروز حرف میزنی که 20 سال جنگیدن و بالاخره پوزه و اشغالگرا را به خاک مالیدن و اونها را شرمسار و بالاخره از افغانستان بیرونشان کردن. همین 20 سال جهاد به خاطر چی بود؟ همین 20 سال جهاد به خاطر اینمی بود که از ناموس توی انصاری بی شرف دفاع بکنن. بسیار جای شرم است برات، بسیار جای تأسف است برای تو آقای انصاری. باز میای پشت یک تریبیون میشینی با کمال وقاحت، باز از ترامپ دفاع میکنی، از اعراب دفاع میکنی که اونها ناموس خودشان را در خدمت ترامپ قرار میدن. اونها تریلیون ها دلار به ترامپ میتن تا اینکه همه عربهای فلسطین را اونها تکه و پاره بسازن.
با خدا جای شرم است، با والله جای شرم است. با حضور الله چی جواب میگوی آقای انصاری؟ ما اینجا نیامدیم که از آیات و احادیث با تو صحبت بکنم، اگر نه ما ممکن اگر به اندازه تو نباشه پایینتر هستم، هم آیات و احادیث را یاد دارم، بلد هستم، خب لیکن میخوایم تو را ایره بفهمانم که به حضور الله یک روز جواب گفتنی هستی، به حضور الله یک روز اونجا توی استاد شدنی هستی، اگر عقیده اسلامی داشته باشه. اگر نه که تو هم نوکر ترامپ باشی که ظاهرا هم تو معلوم هم میشه یک تریبیون رو به خدمت دو گذاشتن، فقط کار دفاع از ترامپ و غلامان حلقه به گوش ترامپ است. میای ملت رو توهین و تحقیر میکنی که اینها 20 سال مقابل همه بادارانی تو جنگیدن، خون دادن، شهید دادن. امروز صدها و بلکه هزارها زنان بیوه و طفلان یتیم اگر در افغانستان است، حاصل حضور بادارانی 20 ساله تو در افغانستان. آنها مردم بودن که مقابل اونها جهاد کردن به خاطر همین که بالای ناموسشان تجاوز نشود. اینها را میای به اعراب تو قیاس میکنی که او اعراب ناموس خودشان را دو دسته برده به قاتل مردم فلسطین تقدیم میکنن. بسیار جای شرم است برای تو، جای تاسف است برای تو آقای انصاری. واقعا برای تو متاسف هستم. حالی ممکن صدای مرا تو بشنوی یک ویدیوی دیگه هم اینجا جور بکنی، خب لیکن من پشت اینه میگردم که تو برای من چی خواد گفتی، چون میفهمم تو خود فروخته هستی، میفهمم که تو را به پیسه خریدن، میفهمم که اینقدر وقت تو به پشت پرده اسلام پست شدی و از آنها دفاع کردی. این بسیار جای تاسف است برای تو.